هغه یو توغندی ابدالي نومیږي او هغه ول بیخي یو څوک چې د پاکستان هغه ول چې احمد شاه یوازې دغه سیمې چې اوس جغرافیه افغانستان د پاچا نه و دا د دغه سیمې پاچا هم و نو ځکه حق مونږ ته هم رسیږي او که دغه توغندی ابدالي نومیږي دا حق دی ستاسو نظر به فکر کوم له دې سره سم اوښتی زما نظر واوښته زه اوس په دې باور یم چې که دا شاهان دا خلک راواړه کړي او یوازې په دغه کوچنۍ خطې پورې چې اوس پاتې ده ویې تړی هغه لویوالی او ستروالی له منځه ځي دوی شاهنشاهان و دغه وخت په اصطلاح او بله زما نظر داسې دی چې دا طبیعي خبره ده چې احمد شاه بابا د لوی افغانستان پاچا و ولې که پاکستاني چارواکي دا مني چې دی په رښتیا د دغې منطقې پاچا و چې موږ یې منو او تاریخ یې مني زما ښه تاسو اعتراض لرئ نظر دا دی چې د وژونکو راکټونو پر ځای دي د احمد شاه دراني پوهنتون په اسلام آباد دا یو او دغسې یو اعتراض مو فکر کوم د اطلاعات و کلتور وزیر راهین صاحب کړی و چې د توغندیو نوم دی یعنی د اتومي توغندیو یا اتومي سرګلولو لیږدونکي توغندي دي په دغو نومونه نه یادوي دوه مقالې پاتې دي لکه هماغه چې یا دوه بحثه لرو یوه مقاله کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی له سویډن نه راستولې ده او په دې باندې بحث کوي چې آیا رښتیا هم د احمد شاه بابا بریدونو هند کې انګریزانو ته لاره هواره کړه که دا ادعا غلطه ده دغه مقاله به انجینر صاحب حضرت د بلجیم د کلتوري ټولنې د مشرتابه غړی تاسو ته وړاندې کړي دا خو تصرف زه حق نه لرم پردۍ مقاله ده تر ټولو مخکې ګران دوستانو او په غونډه کې حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله نو خبرې ډېرې دي خو وخت ډېر کم دی د بلجیم د افغانانو په استازیتوب او په بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په استازیتوب او په بلجیم کې د نوي لر بر افغان د ګډې جرګې په استازیتوب تاسو ټول ته سلام او له هغې نه وروسته د جنبش صاحب ډاکټر صاحب جنبش په اجازه موږ یو بل میلمه هم لرو چې لږ څه ناوخته رالی هغه په افغانستان کې د مطبوعاتو د عالي شورا د رئیس ښاغلي عبدالواحد نظري راتګ زموږ غونډې ته و چې هغه هم زموږ سره په غونډه کې حضور لري دا مقاله یې برای ما ته راوسپارله نو ول داسې یو څوک دې ووایي چې لوستلی سي مال صحیح ده زه ښې لوستلی سم نو زه اول ستاسې نه بخښنه غواړم بیا د خپل سیستاني صاحب نه بخښنه غواړم چې په دري باندې لیکلې ده نو دا ډېر وخت کېږي دري مقاله ما لوستلې هم نه ده نو هر چی بعد الله جنگ با مرحله به خاطر نجات مسلمانان هند بود یا برای باز شدن راه استعمار انگلیس احمد شاه بابا مؤسس افغانستان معاصر بدون تردید یکی از شخصیت‌های بزرگ و نیکنام سیاسی کشور ماست و نزد افغان‌ها مقام ارجمندی دارد و اگر بدانند که کسی او را تخریب و یا تحقیر کرده و به او به چشم کم دیده است سخت ناراحت می‌شوند. آلفنستون دانشمند و محقق نامور انگلیس هنگامی که جامع‌ترین کتابش را در اوایل قرن 19 میلادی در مورد افغان‌ها می‌نوشت ضمن بحث درباره افغان‌های جنوب غرب از احمد شاه به عنوان مؤسس افغانستان معاصر یاد کرده می‌گوید احمد شاه خردمندانه اساس یک امپراتوری بزرگ را نهاد. هنگام درگذشت او متصرفاتش از غرب به خراسان تا سرحد هند و از آمو تا دریای هند گسترش داشت و این همه را یا با انعقاد پیمان به دست آورده بود و یا عملا به زور شمشیر تصرف کرده بود. میر غلام محمد غبار مورخ افغان در حالی که اقدامات احمد شاه درانی را برای تشکیل مجدد افغانستان می ستاید و فتوحات او را
تا وادی‌های سند و کشمیر برای حفظ تمامیت ارضی قلمروش مجاز می شمارد، اما جنگ با مرهطه‌ها و فتح دیلی را که در تاریخ لشکرکشی‌های احمد شاه به نام فتح پانیپت معروف شده است یک کار بیهوده، نادرست و حتی مضر شمرده می نویسد که این کار احمد شاه هیچ ربطی با منافع ملی افغانستان نداشت، بلکه برعکس نتیجه این فتح برداشتن سنگ بزرگ از دم پای استعمار انگلیس بود که زمینه را برای اشغال هند به وسیله انگلیس آماده کرد. این قضاوت غبار سبب شده تا برخی از نویسندگان به استناد آن احمد شاه را مورد نیکوهش قرار بدهند و از محبوبیت آن در میان نسل جوان کشور بکاهند و آن پاراگراف را چنین می‌خوانیم: یکی از کارهای عجیب و بیفایده و حتی مضر احمد شاه این بود که در امور داخلی هند مداخله منفی نمود. البته احمد شاه از نظر حفظ حوزه سند حق داشت که تمامیت کشور خود را تا لب دریای سند در برابر قوای توسعه طلب سک دفاع نماید، ولی حمله در قلب هند با مصرف خون هزاران افغان و هندوستانی برای در هم شکستن قوای ملی مرهطه کار خطرناکی بود و هیچ گونه ارتباطی با منافع ملی افغانستان و یا هندوستان نداشت. نتیجه این فتح درخشان در واقع عجله برای برداشتن سنگ بزرگی از دم پای استعمار انگلیس بود. احمد شاه خواست این خلای بزرگ را در هندوستان به نام دین و توسط تقویه یک دولت فاسد شده که به حکم تاریخ محکوم به مرگ بود پر کند، در حالی که چنین نشد. مرهطه کوفته شد ولی دولت بابری زنده نگردید، پس راه برای نفوذ استعمار بازتر شد، زیرا نه دولت افغانستان جانشین دولت مرده هند گردید و نه کدام قوت بزرگ ملی هند. غبار صفحه 359. متاسفانه این پاراگراف از تاریخ غبار که از آن بوی خوار شمردن و سبک کردن احمد شاه بابا به مشام می رسد در نوشته های نویسندگان بعدتر از غبار راه یافته و حتی در پژوهش های برخی از استادان تاریخ نیز انعکاس یافته و بر آن پاراگراف به عنوان سند محکومیت احمد شاه استناد شده است، چنانکه در مجله آریانه بیرون مرزی چاپ سویدن، جایی که غمخور صاحب زندگی می کند، نیز همین پاراگراف تاریخ غبار بازتاب یافته و در اخیر نویسنده از آن چنین نتیجه گرفته است که با شدن راه انگلیس ها به افغانستان از سرزمین هند و سلب استقلال افغانستان اشتباه تاریخی احمد شاه است. با دریغ و افسوس که نویسندگان بهانه طلب و انتی پشتون از این پاراگراف چنین بهره برداری می کنند که این احمد شاه بابا بوده که استعمار انگلیس را در هند تقویت کرد و سپس راه را برای تجاوز انگلیس ها بر کشور ما هموار ساخت و اگر احمد شاه بابا شورشان هند را سرکوب نمی کرد، انگلیس ها خود قدرت تصرف هند را نداشتند و پایشان بر سرزمین ما نمی رسید. بر بنیاد این گونه برداشت ها فقط این قدر باقی مانده که استدلال کنند اگر احمد شاه بابا کشور به نام افغانستان از خود بر جای نمی گذاشت، شوروی ها را در افغانستان تجاوز نمی کردند و سرانجام اینها بلاهایی که بر این مردم و این سرزمین وارد آمده و مردم امروز با آن روبروان از دست احمد شاه بابا است که کشور از خود به این نام و نشان بر جای گذاشته است. این است عمق فاجعه‌ای که از این پاراگراف و از این گونه استدلال ها نشأت کرده و خواهد کرد. گویی که احمد شاه بابا فتح دیلی و شکست مرهطه ها با فتح دیلی و شکست مرهطه ها خدا نکرده در حق وطنش مرتکب خیانت شده باشد و اگر هدف غیر از این باشد، اقتباس و انعکاس آن پاراگراف چرا اینقدر مورد دلچسپی این استادان قرار گرفته است، مگر نمیشد بجای آن کارنامه احمد شاه را گزینه و ارائه کرد. اما پوهان ادبی در مورد سیاست و شخصیت احمد شاه می نویسد: احمد شاه مرد متشرع و پابند احکام دینی و حنفی مذهب، عالم و باسوادی بود، اما احمد شاه در سیاست همواره طرفدار ملایمت و دوستی و اخوت اسلامی بود. احمد شاه با وجود جهانگیری از خونریزی مسلمانان خودداری میکرد، در امور جهانداری با عدالت انصاف رفتار می نبود و مردم را مانند فرزندان خویش می شمرد و از این روز که افغانان آن را بابا گویند و این لقبی است که جز او و میرویس رحمان نصیب دیگری نشده است. و البته احمد شاه جنگجو فاتح بود، ولی از تمام فتوحات و اعمال عسکری و ظاهر است که جهانگیر غارتگر مخرب ستمکش و مظلومکش نبود و اگر کار با صلح و مسالمت پیش می رفت با مسلمانان دست به جنگ نمی برد و شمشیر بر روی برادر نمی کشید. از همین ناحیه
برخی نویسندگان بر او خورده میگیرند که چرا سلطنت دهلی را به زمامداران نالایق گذاشت. ولی اگر مکتوبات شاه ولی الله دهلوی، امام الهند و دیگر امرا و رجال مسلمان هندی ملاحظه شود، به وضوح می پیوندد که احمد شاه در آن وقت برای جهانگیری و غارت و چپاول به هند نرفته بود، زمین و ستیس فلم، بلکه یگانه هدف او نجات مسلمانان آنجا بود که از او استرهام کرده بودند و هم نمیخواست که مرکز قوت ملی خود یعنی افغانستان را گذاشته و مانند شاهان خاندانهای دیگر افغان یعنی خلجان، سوریان، لودیان و غیره در هند مستهلک و نابود گردد. باید گفت که قضاوت اعتراض‌آمیز مرحوم غبار بر سیاست نظامی و فتوحات احمد شاه پس از گذشت 220 سال که خوب و بد قضایا بر اثر گذشت زمان و ارزیابی دانشمندان و نظریات سیاستمداران روشن شده است، یک قضاوت غیر واقع بینانه و غیر منصفانه است. قضاوت بر رخدادهای سیاسی مهم گذشته با محاکا و معیارهای امروزی کار بکر و در خور پذیرش نیست، چرا که هر رخداد تاریخی میبایستی مطابق شرایط و اوضاع همان زمان و ظرفیت و امکانات همان عصر زمان روزگار مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. دلته یو خبره کوي چې هیڅ ابرقدرت د انتخاباتو د لارې منځته نه دی راغلی. دا ځای زه پرېږدم. آنچه در این اعتراض مرحوم غبار برجسته می نماید این است که او با بینش و تلقی زمان خودش به سراغ حادثه پانیپت رفته است. بینش غبار در زمانی که کتابش را زیر چاپ می برد یعنی دهه 60 میلادی بینشی بود که بدون چرا نظام های سلطنتی محکوم شناخته می شدند و تمام فتوحات و لشکرکشی های شاهان و امیران و سلاطین گذشته افغان مردود تلقی می گردید و تنها جنبش های رهایی بخش ملی با رهبری و پیشانگی احزاب دست چپی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین با پیروی و اقتدا به اتحاد شوروی سابق مودروز و مورد تایید و حمایت روشنفکران چپی جامعه ما قرار می گرفت. غبار که دارای اندیشه های چپی بود و به گفته دستگیر پنشیری کهنسالترین عضو کمیته تدارک کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای محکوم کردن رژیم سلطنتی در کشور بر مؤسس نظام یعنی احمد شاه با تاخته اعتراض می کند که حمله بر قلب هند با منظور کوفتن مرحله و تقویت سلطان فاسد شده و محکوم به مرگ بابریان هند با ریختن خون هزاران افغان و هندو هیچ ربطی به منافع کشور ما و یا هند نداشت، در حالی که اعاده نظم و آرامش در قلمرو امپراتوری دورانی و نجات میلیون ها مسلمان هند از مرگ حتمی و سرازیر شدن غنایم جنگی و ارسال میلیون ها روپیه مالیات سالانه از هند و افغانستان رابطه مستقیمی به این فتح داشت. احمد شاه بابا که مرد متدین و معتقد به مسلک و مشرب صوفیانه نقشبندیه بود، نمیتوانست در چنین فرصتی که شاه ولی الله دهلوی شخصیت روحانی پرنفوذ و صاحب نام و آوازه در تصوف نقشبنده او را برای جهاد بر ضد مرحله‌های مشترک فرا خوانده و از او خواسته بود تا اسلام را در هند از نابودی کامل نجات دهد. نیرو و توان اسلامی و افغانی خود را برای نجات مسلمانان هند بکار نگیرد. افزون بر این افغان ها در حمله بر هند سنت طولانی دارند. تاریخ افغان ها گواه بر این است که از عهد سلطان محمود در اوایل قرن 11 میلادی تا دوره احمد شاه بابا تا اخیر قرن 18 هیچگاه در یورش بر هند شکست نخورده و دست همگی از افغانستان و دست خالی از هند بر نگشتند. سلسله های غوری و خلجی و لودی و سوری به شمول سلسله سلاطین مغولی همگی از افغانستان به هند رفته بودند و هر یکی از آن دودمان ها مدت کم و زیاد در آن سرزمین به بهانه پخش اسلام به نام و نوای رسیده بودند. احمد شاه نیز هفتمین لشکرکشی پیروزمندانش بر هند بود و اشتراک در جهاد بر ضد دشمنان اسلام در هند یک پیکار مقدس برایش تلقی می شد. از این گذشته شورای مشورتی متشکل از سران قبایل و رجال دولتی و روحانیون هیچ تردیدی از اشتراک در جهاد بر ضد هندوها و سکها نداشتند و آن را علاوه بر انجام یک امر دینی دستاویز برای تامین نظم و آرامش در قلمرو امپراتوری افغانی می شمردند. بنابراین همه ارکان دولت و نیروهای جنگی با رویت بسیار قوی عازم جنگ با مرحله‌ها شدند و در میدان پانیپت با وجود عدم توازن کمی و نیروهای متخاصم با قوت ایمان و شجاعت افغانی مرحله‌ها را به سختی شکست دادند و یک بار دیگر شجاعت ذاتی و تاریخی خود را ثابت کردند و میلیون ها مسلمان هندوستان را هم از تباهی و مرگ حتمی به دست مرحله‌ها نجات دادند.